بیایید درباره سپاس و ناسپاسی فکر نکنیم، بلکه نیک باشیم و نکوکار باشیم و برای خوشحالی باطنی خودمون که در این هنگام حس میکنیم خوشبخت باشیم. بزرگ میگوید از غصه ها دست بکش، کمی لبخند به لبهایت بزن، پایهایت را بردار و راه گرد. زندگی پر از زیبایی های به انتهاست، لذت ببر. این لحظه ها حق توست، تو را که برای گریستن نآفریدند. نگران آدم های نباش که مدام شاخ و برگت را میزنند. آنها غافل هستند که تو ریشه داری و در بدترین شرایط هم نوده میزنی، شاخ میزنی. پایهایت را بردار و به کفشهایت ایمان داشته باش. آنها تو را از پیچ و خمها عبور میدهند. هرگز نگو که من نمیتوانم، زیرا توانت را انکار میکنی. بگو کوشش میکنم. هرگز نگو که حوصله ندارم، زیرا برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی. بگو باشد، فقط برای وقت دیگر. هرگز نگو که امکانیت یا شانس ندارم، زیرا با خودت در عالم بی‌حرمتی میکنی. بگو حق من محفوظ است. با بیان کلمه های درست مسیر زندگیتان را عوض کنید. اگر چیزی را با تمام وجود میخواهید، در راه به دست آوردنش تسلیم نشوید. شاید صبر کردن دشوار باشد، اما حسرت خوردن از آن هم بدتر است، دشوارتر است. شما همون طوری که هستید بهترین هستید، نه کم و بیش. نیازی ندارید که دیگران ثابت کنند که چه کسی هستید و چگونه هستید. کافی است که قدر خودتان را بدانید، خودتان را دوست بدارید و احساس شادی و نشاط بکنید. وقتی خودتان را دوست می‌دارید، دیگران را نیز دوست خواهید داشت و با دوست داشتن خودتان و دیگران جهان را زیباتر و بهتر کنید. یعنی شما می‌توانید با عشق و محبت جهان زیبایی برای زیستن بسازید. با امیدی خوش بودن یک روز زندگی شما. سلام عزیزان.